به نظرت یه خانوم قدرت چه کارهایی رو داره؟ میتونه آرامش خانواده رو فراهم کنه، میتونه درآمد خوبی داشته باشه و مستقل باشه، میتونه از خانواده و همسرش حمایت کنه، میتونه تو جامعه به یک کارآفرین پر افتخار تبدیل بشه. ولی خب خیلی‌ها تو جامعه ما میگن خانوم‌ها نمیتونن و من تصمیم گرفتم کمک کنم به خانومایی که حاضرن به جایگاهی که لایقش هستن برسن. ما تو آکادمی آرامه برای اولین بار توی ایران با متد FM تصمیم گرفتیم که به خانوما کمک کنیم. برای اینکه این متد FM رو بهتون ارائه بدیم یک چالش 2 روزه طراحی کردیم که 2 جلسه آنلاین و رایگان هست که توی این 2 جلسه شما یاد میگیرید که چطور توی 2 ماه گالری آنلاین طلای خودتون رو بزنید و به درآمد برسید. اگر میخوای توی این چالش شرکت بکنی عدد 5 رو برامون کامنت بذار که همکارانم توی دایرکت بهتون پیام بدن.